سلام دوستان گرامی هواداران زبانهای خارجی، یکی شما را به افیر نوبتی امروز خوش آمدید و خیر مقدم میگویم. یگان کس باشد اگر خوب آگاه ممکنه که آواز چخیل است. سلام اکا دویم لایک و علیکم سلام. خوش آمدین برادر عزیز فرهاد. سلام علیکم عزیز بابایف. خوش آمدین برادر عزیز. آواز خوبه. عزیز بابایف بله آواز خوبه، ولی آواز خوب. خب حاضر یک کمتر به فیلم آوازی چی میگن ولگستی چیز اومده است. لپتاپ میکروفون رو زدن کوچکی میشته باشه. بلکسی سلام عزیز بابایف. عزیز بابایف سلام برادر بلکسی. خب دوستان گرامی دیگر میپردازیم به سوی کتاب. ساعت 8:10 شد. موضوع درس امروزه درباره رقم ها یعنی سیلر. نرده و سیلر. گلی دلشاد دویم لایک. السلام علیکم به همه را. و علیکم سلام. خوش آمدین دلشاد. دسترخوان زیبا سلام. دسترخوان زیبا چه حال دارین همه کسا؟ شکر خدا خوب امتحان. دلشاد چه حال دارین معلم؟ شکر خدا سوز امتحان. عزیز بابایف رحمت منتدار بلکسی. دسترخوان زیبا سیم لایک. تشکر زیاد برای لایکاتون و آمدنتون. دلشاد تلفنتون چه شد؟ تلفنتون حالی هم جوش میشه. تلفن ما یک 3-4 روز خشید.
بعد دیگه زریاد موندم دیگه جوشش از بین رفت و امروز یک زریادنیک نو خریدم. تلفن خیلی خوب کار کرده و خیلی خوب زریاد گرفته بگیم. پس فهمیده میشه که مشکلات در زریادنیک بوده است، در همون نیرو دهنده بگیم. در یعنی از وقتی که همون بگیم نیرو دهنده شو که همون زریادنیکش علیش کردیم دیگر جوش نشیده است. به همون خاطر خواستم با شما توصیه کنم که شاید که مشکلای جوشیدن تلفن در همون زریادنیک تون باشه، همون رو اگر علیش کنین شاید که تلفنتون خوبتر شود. خب دیگر میگذاریم در کتاب. در اینجا موضوع درس امروزه درباره رقم ها است. خب پیش از اینکه اینجا رو بخونیم برای شما میخوام که اول رقم ها رو بخونیم، و خاطر که در اینجا مثلا رقم ها هستند، چقدر رقم ها رو نخونده این جمله ها رو میخونیم. بلکسی علیکم سلام افید سرخون زیبو بلکسی شکری خدا سوزین بلکسی چیزی نوشتن که کورشید. خب اینجا رو میخونیم. اول دل بلگیسی یعنی قاعده گراماتیکی، یعنی همین رقم ها از جمله همون دل بلگیسی یعنی حساب میشن. وقتی میگیم که یکم یعنی اعداد ترتیبی یا شماره های ترتیبی. sayılar رقم ها numbers یعنی رقم ها با زبان انگلیسی مثلا. خب صفر 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 bir iki üç dört beş altı yedi 8 9 10 11 12 13 20 21 22 23 24 25 30 31 32 33 40 40 40 41 42 50 51 52 60 61 70 71 80 81 82 که آواز کمی پست است. خوب باز میکروفون رو پیشتر میاریم. تقریبا 3 وجب از ما دور بود. اکنون حاضر 5 سانتی متر در پیش دهنم، یعنی چیز یعنی نموشنیکی که همراه میکروفون دور هم نیست. این در گوش منداخته ایمش مثل لا چکشیده مکن. اگر آواز خوب شد بعد خبر میکنیم. 81 82 89 90 98 99 100 101 110 120 130 150 200 300 1000 9000 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 100.000 200.000 900.000 1 milyon 1 milyar, yani 1 milyon و 1 میلیارد. خب با فکرم که یگان تا شما مشکل نداره در این خواندن این رقم ها و این رقم ها رو اکثریتش رو میدونید. فقط به خاطری که در نوار ثبت شود به همون خاطر یک بار خواندیم. میرویم از اولی موضوع.
kaç, ne kadar, kaç lira. Kaç yani çand, ne kadar, çan kadar. Çan kadar, çan miktar. Kaç lira, çan pul. Yani ki çan lira mesela. Okulda kaç sınıf var? Okulda kaç sınıf var? Yani dar maktab çand sınıf است? Okulda 10 sınıf var. Okulda 10 sınıf var. Yani dar maktab 10 sınıf است. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Yani çand soldori. Yani ki çand sola asti. 25 yaşındayım. 25 yaşındayım. Yani 25 sola astım. Telefon numaran kaç? Telefon numaran kaç? Yani rakamı telefona çand است? 02 12 122 43 75. Bu kitap kaç lira? Bu kitap kaç lira? Yani kitap çan plus çan lira 20 lira. Yani 20 lira. 1 litre süt ne kadar? 1 litre süt ne kadar? 1 lira. 1 lira. یعنی در اینجا یک لیتر شیر چند پلاس میگه 1 لیره. خب این کتاب شاید که یکم 5-10 سال پیش نوشته شده است و خاطر که از 1 لیتر شیر از 3 لیره بالا است، یعنی 3.5 4 5 6 لیره، یعنی از 3 بالا است. خب کم کم به کامنت‌ها نگاه میکنیم. کاوز کمی پست است که بلند شید نشید که بلکسیوز بالا پیش آوردیم شده. رشت میر چورمدا که خب تشکر زیاد برادر رشت برادر رشت تشکر زیاد خوش آمدین. عزیز بابایف uzbek efir çaspı çi خب efir خوب است. فقط اینجا کامنتر بعضی‌ها در چیز نشون نمیده سپام میرود. رشت میر سلام سوزین کلوچ البته و علیکم سلام شکری خدا سوزیم خوبیم شما سوزین تنجین رشت میر خوش آمدین. خب hazırlık çalışması yani kori آمادگی آواز هست یکم طرفی چسبید در من نشون داد. خب فکر میکنم که خوب شد. Resme bakalım. Resimde neler var? Parasını nigah meکنیم. در رسم چی چیزا هستن؟ چی ها هستن؟ sayı ile yazalım. Yani bu rakam بنویسیم. مثلا در اینجا sokak گفته است. یعنی کوچه sokak کوچه و انسان ağaç درخت bina market همون مغازه araba ماشین lamba çarok çöp kutusu çöp kutusu yani sanduqi axlat یا همون زباله.
خب در اینجا میگه سوکاک البته که یک کوچه است، میتونیم بگیم بیر سوکاک. انسان مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 یعنی 13 آدم بوده است. 13 آدم بوده است. 13 آدم میگیم که 13 انسان. 13 انسان. خب ağaç 1 2 3 4 4 درخت بوده است. 4 ağaç 4 ağaç. خب میتونیم var نیز ilave کنیم، یعنی bir sokak var, 13 insan var, 4 ağaç var, bina. خب bina تقریبا همش چسبیده است، یعنی چی بگیم، یک بیناش بگیم یا که خب اگر یک بینای سکنیم، اینش یک، اینش یک، اینش یک، اینش یک، خب میتونیم 5 بینا بگیم، شو که همش یک بینا بگیم. خب 5 بینا var مثلا، 5 بینا var. مارکت مغازه مارکت در اینجا خب یک تا است، تقریبا یک تا است. bir market var. araba 1 2 3 4 4 ماشین است. 4 araba. lamba یعنی چراغ در اینجا لامبا. خب لامبا 1 تا 2 تا 3 تا چراغ بوده است. 3 lamba var. çöp kutusu yani ahlati musor sanduqi zubala یا sanduqi اخلاط. در اینجا sanduqi اخلاط در رسم یگان تا نمایان نیست. اگر شما دیدید باشین خبر کنید. در رسم یگان اخلاطی مصر نیست. مثلا یگان جو ندیدیم راستی. خب اگر باشد مثلا 2 çöp kutusu مثلا var. 2 çöp kutusu ya 1 çöp kutusu ya 5 çöp kutusu mesela. Okuma, khondan. Aşağıdaki diyalogları okuyalım, fotoğraflarla eşleştirelim. Yani گفتگوی زیرین رو میخونیم و رسمها رو با اون دیالوگ پیوست مینماییم. مثلا در این رسم نگاه کنین، در رسم یک اتوبوس است و در اتوبوس نوشته است که 19 کادکوی مثلا. خب این متن میخونیم و در اینجا کدام رقم است اون رو نوشتن در کار. مثلا affedersiniz Kadıköy otobüsün numarası kaç? میگوید ببخشید اتوبوسی به کادکوی میرفتگی رقمش چند است؟ نفر دوم جواب میده که 19. پس اینجا نگاه میکنیم رقم 19 نوشته شده است کادکوی. کادکوی یکی از شاید رایون شود یکی از رایون های مشهورترین استانبول است که در لب بحر است. خب این رقم چند است؟ رقم 1. رقم 1. saat kaç? saat 2. در این رسم ها نگاه میکنیم saat kaç saat 2. پس رقم 2 است. رقم 2. رقم 2. Bu kim? این کیست؟ Bu Ronaldinho 80 نمره. خب در اینجا اگر نگاه کنیم رقم 5 است، یعنی صورت 5. صورت 5. bende 20 lira var. Bende 20 lira var. Yani در من 20 lira است. نگاه کنیم رسمی 7. رسمی 7. خب senin evin nerede? خانه تو در کجاست؟ senin evin nerede? خانه تو در کجاست؟ benim evim 209. sokakta. Yani dar
کوچه 209. وقتی که بعد از رقم، بعد از هر یک رقم نقطه آمد، پس اون رقم ترتیبی حساب میشد، یعنی یکم، دوم، سوم مثلا. خب آشخانه با بسم الله. سلام علیکم. و علیکم سلام، خوش آمدین. آشخانه با بسم الله. همه کسا نغز هستین. شکری خدا سازیم تنجیم. شما چی حال دارین؟ خوبین؟ تشکر زیاد برای رکلامتون. اون روز همش تماشا نکردیم در وقت افیر، یعنی بعدا تماشاش کردیم که یعنی کانال خودمون دیدیم در اون ویدیو. تشکر میکنیم از شما. همیشه صحتمند و سربلند باشین. خب اینجا میگه senin evin nerede? Benim evim 209. sokakta. پس در اینجا نگاه میکنیم که رقم خانش، خب رقم 3 حساب میخوره در اینجا. یعنی وقتی که این علامت ها هسته درباره مکان میپرسن، مثلا درباره مکان رقمی 3. رقمی 3. خب 1 kilo domates kaç lira? 1 lira. 1 kilo domates kaç lira? 1 lira. 1 kilo pomidor چند پول است؟ 1 لیره است. خب رسمی 10 است. رسمی 10. البته این به مثل همون چیزی که گفت شیر 1 لیره است، پومیدور هم در اینجا 1 لیره نوشته است. این شاید که 2 سال 3 سال باشد، از 3 بالا است. یعنی خب بعضی وقت می شود 2، اما بسیار وقت از 3 4 بالا است. Buyurun anahtarlarınız. Buyurun anahtarlarınız. Yani merhamet kilidhoyatun. Merhamet kilidhoyatun. Şahzade selam. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz Şahzade. Nasılsınız? İyi misiniz? Buyurun anahtarlarınız. Yani merhamet rakamhoyat çiz kilidhoyatun. Yani şöyle ki در مهمانخانه است، اون مهماندار میگه که مرحمت کلیدهایتون مثلا oda numaranız 16 یعنی رقمی اتاقتون 16 است. خب در اینجا میبینیم پس رسمی 4 است. رسمی 4. Acil servisin numarası kaç? Acil servisin numarası kaç? Yani rakam yori tacili çand است? Rakam yori tacili çand است? 112. Rasmi haştım. Rasmi haştım. Rasmi haştım. آشخانه با بسم الله. بلکسی خوش باشید. آشخانه با بسم الله و رحمتی چنم ازد. سلامات سربلند باشین. بلکسی علیکم سلام. خب kaç yaşındasın? چند ساله اید؟ 30 yaşındayım. Yani 30 ساله هستم. در این رسمو نگاه کنیم 30. خب رسمی 9 است. رسمی 9. Resmi 9. Bugünün tarihi nedir? Bugünün tarihi nedir? 29. Ekim 2012. Yani 29 Oktyabr 2012. Şöyle bir kitap mesela در همون سالو نوشته است. یعنی ماها را شاید در آینده بگیریم. ماه 10 Ekim می شود، یعنی ایلول سپتامبر می شود، اکتبر اکیم. خب یا siz شما چی؟ در اینجا میگوید شما چی؟ kaç yaşındasınız؟ چند ساله اید؟ bugünün tarihi nedir؟ tarih imroz çandım است؟ telefon numaranız kaç؟ رقم تلفنتون چند است؟ سمیه تجربه رسی. سلام علیکم و علیکم سلام، خوش آمدین.
Şahzoda Xotamova iyiyim, teşekkürler, rica ederim. خب dil bilgisi گرفتیم یک بار دیگه میخوانیم برای آدمایی که نبودن و بار دیگر ثبت شود در نوار 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 21 22 23 24 25 30 31 32 33 40 41 42 50 51 52 60 61 70 71 80 81 82 89 90 98 99 100 101 110 120 130 150 200 300 1000 9000 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 100.000 200.000 900.000 1 میلیون 1 میلیارد. خب این بود رقم ها در زبان ترکی. خب اینجا چی است؟ sayıları rakamlara yazalım. Yani این رقم هایی که در اینجا اومده است مثلا 9 1000 اینها رو با رقم یعنی با رقم نوشتن در کار. خب 9 یعنی 9 1000 یعنی 1000 2012 2012 یعنی 2012 54 54 18 18 350 350 100,000 100,000 182 182 20 23 23 10,000 10,000. خب در اینجا میگه cevapları yazalım. فقط اینجا طرح و تقسیم و ضرب اومده است. خب در متمتیک خوب نیستیم لیکن کوشش میکنیم که کار کنیم. یکون جو خطا کنیم خبرمون کنیم. 1 artı 5 yani cam artı میشود. 1 artı 5 yani یک جمع 5 یک جمع 5 میشود 6. خب دوم 8 خب دیگری ضرب طرح اینوش در خاطر نمونده است. 8 طرح 6 اینو در درسی آینده خدا خواسته باشه اینها رو می نویسیم. یعنی طرح جمع ضرب برابر اینها چی می شوند به زبان ترکی. 8 طرح 6 می شود 2 16 یعنی 16 تقسیم 2 می شود 8 23 جمع 11 می شود 22 4 ضرب 8 4 کره 8 32 32 می شود 50 تقسیم 5 می شود 10 100 جمع 80 می شود 180 180 100 طرح 40 می شود 60 یعنی 60. خب اینا رو بعضیش با توجیکی تلفظ کردیم. یعنی یک جمع 5 می شود 6 یعنی 6 8 طرح 8 طرح 6 می شود 2 16 تقسیم 2 16 تقسیم 2 می شود 8 یعنی 8 23 جمع 11 یعنی 23 23 جمع 11 جمع 11 جمع 11 می شود 23 11 34 یعنی 34 4 ضرب 8 می شود 32 32 50 تقسیم 5 می شود 10 یعنی 10
100 جمع 80 یعنی می شود 180 یعنی 180 100 طرح 40 می شود 60 یعنی 60. Örnek yani misal. Saat kaç? Saat 4. Ders saat kaçta? Ders saat çand است? Ders saat 9'da. Bir ayda kaç gün var? Der یک ماه چند روز است? Bir ayda 30 gün var. Bir yılda kaç ay var? Der یک سال چند ماه است? Bir yılda 12 ay var. Yani der یک سال 12 ماه است. Sınıfta kaç öğrenci var? Der sınıf çand دانشجو است? Sınıfta 15 öğrenci var. Der sınıf 15 دانشجو است. Kaç yaşındasınız? Çand solayı 24 yaşındayım. Yani 24 solayım. Bir çay kaç lira? Yak çay çand plus bir çay 1 lira. Telefon numaranız kaç? Rakam telefonatın çand است? Telefon numaram 02 12 243 12 50. Kaçıncı yani çandım ordinal numbers. Ordinal numbers همون رقم های چی را میگه ترتیبی را میگن. خب در اینجا موضوع نو سر می شود. موضوع نو سر می شود درباره اعداد ترتیبی یعنی یکم دوم سوم و مثل همین یعنی birinci ikinci üçüncü dördüncü این را از درس آینده خواهیم گرفت. خب اینجا تمرین است. کتاب تمرین aşağıdaki sayıları eşleştirelim. Yani rakamهای زیرین رو پیوند میکنیم پیوست میکنیم مناسب میکنیم. مثلا 84 چند میشود. خب سوال با شما یعنی همچون یک صحبت میرود 10 دقیقه و همچون یک سوال جواب میکنیم. این را کار میکنیم همه کسا. 84 چند میشود؟ 84 چند میشود؟ البته کامنتری ها فرق میکنن. دو دقیقه یا 3 دقیقه فرق میکنن. وقتی ما میگیم یا که شما بنویسین 2 دقیقه یا 3 دقیقه بعد میاد مودا میرسه. seksen dört چند می شود؟ یعنی در کجا بنویسیمش؟ 84 چند می شود؟ خب 91 چی؟ 91 91 چند است؟ شما بگین جواب بنویسم شد. 55 چند است؟ 39 چند است؟ 18 چند است؟ 71 چند است؟ 42 چند است؟ 60 چند است؟ 123 چند است؟ مثلا شما خیلی بنویسین 84 بنویسین برابر کنین رقم که در رقم چند است. مثلا رقم ها در اینجا هستند. رقم 1 2 3 4 5 6 این می رود. 84 شما اول رقم بنویسین برای که آوازها فرق میکنن برادر عزیز. آوازها 2 دقیقه 3 دقیقه فرق میکنن. من نمیدونم که شما کدوم جواب بنویسین. بنابراین مثلا 84 بنویسین که 84 مثلا میشود 84 برابر کنین رقم بنویسین. در رقم 1 است 2 است 3 است همون رو بنویسین. خب دسترخوان زیبا 84 بله درست. از یک قلم بگیریم 84 مثلا نمی 84 84
دسترخوان با 84 می شود. بله، اما در رقم چند است؟ مثلا بگین رقم شد 84 7. دلشد درست. بلکسی 84 درست. دلشد 91 91 91 در 9. بله درست. دسترخوان زیبا انشالله فجان. شاهزاده 84 رقم شامل است که در چند است مثلا؟ یعنی این خیلی، یعنی 84 بعد 84 بنویسین. دلشد 55 در 3. 55. نه، شما با زبان ترکی بنویسین که 55 مثلا بعد در رقم چند است. برای که شما 3 نویسین 55 در 3 55 است، درسته؟ یعنی همون چیزی که در اونجا نوشته شما اون رو نویسین. اما با زبان ترکی بنویسین که مثلا 55 برابر کنین 3 مونه. دلشد 39 4 همیشه هم خیلی بنویسین. سمیت جه ابراسی 84 همه رو هم خیلی 84 بنویسین. بعدا در رقم چند است؟ یعنی 1 2 3 4. دلشد 18 5. خب مثل گفتگی بنویسین. دلشد 84 84. بله، در رقم چند است؟ 84. 91 دسترخوان زیبا. خب 91 نویسین با ترکی. با ترکی بنویسین که 91 بعد برابر کنین در رقم چند است. شاهزاده 9 91 9 91. انا میخه میشود، یعنی رقم 9 91. انا میخه، یا اینکه 91 برابر رقم 9. یعنی مثل که شاهزاده نویسین. انا میخه دسترخوان زیبا 55 شما با تاجیکی نویسین 55 با تاجیکی 55. با زبان ترکی بنویسین که 55 در رقم چند است. میخه دسترخوان که دلشد 99 91. بله، انا میخه مثل اینکه گلی لالا نوشتن، دلشد تجه نوشتن. دسترخوان 39 با هم که تاجیکی نوشتن. دلشد 55 در سیوم. انا میخه بله سیوم 55 تیره 55. بله درست، بهترین. بلکسی 3 55. ایخنه مثل اینکه دلشد نویسن نمیخه نویسن لطفا. دسترخوان زیبا 18 بازم خیلی نوشتین 18. با زبان ترکی بنویسین. درس ما زبان تاجیکی نیست که با زبان ترکی. دلشد 4 39 یک لحظه 39. بله درسته، بهترین. تشکر زیاد. خب بلکسی 1 42. بله درست، بهترین. کجا شد؟ دلشد 18 5 بله درست، بهترین. تشکر زیاد. 72 1 رقم 6. با زبان تاجیکی نویسین که دسترخوان. در زبان در سیمو زبان ترکیه، با زبان ترکی بنویسین. بلکسی 4 39 9 نمیشود که بلکسی 2 نوشتین شما. 2 یعنی عادی 2. دلشد 71 6. بله درست، بهترین. تشکر زیاد دلشد. بلکسی 2 123. بله درست، تشکر زیاد بلکسی. دلشد 42 یکم. بله درست، بهترین. 42 کجا شد دلشد؟ بلکسی 5 18 درست. 5 بهترین، درست. تشکر زیاد. دلشد 68 بله درست، بهترین. خب دسترخوان 42 یکم رقم. انا میخه، بهترین. تشکر زیاد. 42 رقم 1 درست. دلشد 123 رقم 2. بله درست، بهترین. بلکسی 60 یعنی 60 ننویسینش که رقم چند است.
بلکسی 55 55 بله 55 می شود. بلکسی 71 71 بله درست. دسترخوان زیبا 68 68 بله درست بهترین. بلکسی 90 90 90 در اینجا به تنهایی نیست به فکرم. که جو شید تا جو دیم 91 نوشتین شما. بلکسی 91 یعنی 91 بله درست. شاهزاده 71 بیت نوشتین یعنی بیر شاید منظورتون باشد در نظر داشته باشین. 71 یعنی 6 71 بله درست. شاهزاده 1 بله اصلاح کردین. 123 2 بله درست بهترین. خب انا میخین. خب دیگر اینجا تمرینی هست که با موضوع بعدی داخل داره. اینجا رو بعدا کار میکنیم. یعنی روزی امروز چند شنبه از جمعه روزی دوشنبه سه شنبه باز روز سه شنبه از درس آینده با همین درس های امروز را از کتاب ها در همین جا با پایان میرسونیم. از همتون تشکر میکنم که در این فیلم اشتراک کردین. اگر یگان پیشنهاد توصیه داشته باشین مرحمت بفرمایین. اگر صحبت کردم بخواین مرحمت بفرمایین. اگر نباشد بعدا با اجازت شما این خیر خوش میکنیم و افیره قطع میکنیم. درس چخیل بود. درس امروز به نظر شما چخیل بود درس؟ یعنی بهاگذاریتان چند است؟ از 10 چند خال است؟ یعنی 5 است، 6 است، 7 است یا که 3 از 2 است؟ مثلا از 10 چند؟ در سرخوان زیبا بهترین گذشت. سلامت سربلند باشین. شاهزاده ختم و رحمت کلان. سلامت سربلند باشین. بلکسی دلشاد 12 بلکسی 12 در سرخوان زیبا 12 شاهزاده ختم و 6 بهترین. همه کس سلامت سربلند باشین. دلشاد спасибо большое наш дорогой учитель, и вам тоже спасибо. بلکسی دلشاد 5 در سرخوان زیبا 5 شاهزاده ختم 4 در سرکی دلشاد до завтра учитель и остальные. И до завтра ки дилшод خب در همینجا دوستان گرامی خداحافظی میکنیم. تشکر از همتون که آمدین اشتراک کردین. موفق و مؤید سربلند باشین تا درس های نوبتی. خداحافظ. ای مردم بیدار پناهتان به خدا، تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. شب خوش برای همتان.
بعد از 10 ثانیه یا 15 ثانیه افیر قطع میکنیم. تشکر با شما نیز معلم. سلامت باشین دسترخوان زیبا. بلکسی اکا اگر مشکل نباشد رنگی پیشینش کنید. رنگی پیشینه چی خیل یعنی با تلفن بودم خیل او خیل خیره نبود ایخی با فیلم تازه ترکو. یعنی پیشینه منظور از پیشینه گفتنتون چی است؟ یعنی پراتر پیشنهاد کنین خیلی خوشحال میشیم که پیشنهاد میکنین و نظرتون رو میگین تا که درس رو باز در شکل بهتر انجام دهیم. تجیکی سلام علیکم و علیکم سلام، خوش آمدین. بلکسی امجا هستین که مثل پیشینه چی را در نظر دارین امرو یک پراتر میفهموندین من خیلی خوب میشه. بلکسی اگر همینجا باشین منتظر اختونیم اگر گفتنی باشد منتظریم. اگر نه بعدا افیر خط کنیم. اگر نظرتون در کامنتر نوشتنی باشه خیلی میشود. افیر ای تلفنی سنیمت میکردین که همون خیلی میگویم با کدام خاطر یعنی او خیلی چی خود کدام پهلوی خوبیش او خیلی
خب با فکرم که این خیلی تازه تره که بلکسی دیگه صاحبش نگفتن که این خیلی هم آواز نیسته پسته هم کامنتر دیر می آید او خیلی تیزتر می آمد اگر مشکل نباشد همون تای اولینش ساز هست فهم و فکرم این خیلی تازه تره برای که خیره میتاف خب میشه برای افیرو مثلا او خیلی افیر کنیم اما برای ویدیوها خشروتر بیان تازه تر بیان میتونیم که اون ویدیو علاهیده در سال ضبط کرده پرتوفتان بگیریم خیلی میشه واریانتی خوب است خوب در این مسئله یکم تر فکر کنیم که دیگرها چی نظر داشته باشن در کامنتر نویسن باز دسترخون زیبا بله راست معنی خوب اگر او خیلی خوب باشه برای شما او خیلی تشکیلش میکنیم اشکالی ندارد ما برای شما افیر میکنیم که یعنی اگر شما او خیلی بخواهید او خیلی میکنیم افیره نصیب انشالله از پگاه با تلفن افیر میکنیم و دیگر نواره ها را یعنی همین درسایی که افیر میکنیم همین ها را باز با نوار یعنی تازه تر میکنیم در کانال میمونه تازه های لیکن آواز نیست پسته خیلی نخواهید خودتون میدونید نه وقتی که او خیلی برای شما معقول باشه خب دیگر هم اگر هم چیز بخواهن او خیلی دوام میتیم راستی آواز در من خوب است نمیدونم یعنی با دیگه کانال در آمدگی هم مثل شما وارد تماشابین یعنی با دیگه کانال با تلفنم مثل شما وارد تماشابین تلفن ناوشنیک زدگیم در گوش موندگیم ناوشنیکی مایده و این ناوشنیک کامپیوتر در بالای این ناوشنیک دیگری موندگیم دیم ناوشنیک برای میکروفونش استفاده کردم اینا و این ناوشنیک مایده برای که بفهمم که آواز خودم چخیل است یعنی آوازم خوب است بلند خوب اومده است خوب اگر او بخواین او دوامش میتیم از جهتی که دیر میرسه کامنتر رو راست میگین کامنتر دیر میرسه خب مایلش از پگاه با تلفن استفاده میکنیم افیر میکنیم باقی وقت شما رو نمیگیریم خدا نگهدار مددگار شما باشد در امان خدا باشین بلکسی رحمان معلم خداحافظ مایلش خوب خدا نگهدار که بلکسی همه شما رو در امان الله میسپاریم موفق و مؤید و سربلند باشین تشکر برای اشتراکتان خورشید عبداللهیف سلام علیکم اکا سازیم و علیکم سلام خوش آمدین خورشید جان دوست من خورشید خوندم خورشید جان عبداللهیف سلام علیکم اکا سازیم و علیکم سلام خوش آمدین خورشید جان عبداللهیف خوبین شکری خدا خوبین تنجین شما سازین تنجین دسترخوان زیبا بهترین میشه خوب از پگاه انشالله با تلفن دوام بتیم خورشید جان عبداللهیف کارا خوبه شکری خدا ساز نمیجا مایده رفته سینیم خیلی هشتم لایک تشکر زیاد برای لایک خب دیگر دوستان در اینجا خداحافظی میکنم شب همتون بخیر و شادی باشد از فردا باز مثل پیشتره با تلفن ادامه میدیم شب خوش